الو سلام علیکم. یحیی هستم از افغانستان، از ولایت تخار افغانستان. از اینکه بسیار آرزو داشتم با آقای انصاری صحبت کنم، صدایشان را بشنوم، صدای مرا بشنون، موفق نشدم. خواستم پیام بگذارم از آقای انصاری، از همه کارمندان تلویزیونی مثال حق، که واقعا کسانی هستند که خدمت بیش از این بدین نمیتوان کرد. آنچه در توان دارند خدمت کردن بدین و میکنن هم. و خواستم تشکری از تمام کارمندان آن که روی صحنه است یا پشت صحنه در وصال حق، تمام کسانی که بالاخره به طور در وصال حق، در تلویزیون وصال حق کارمند هستند، تشکری از همه ایشان کنم و از تمام برنامه‌های خوبشان کنم که واقعا توانستند تمام ملت مسلمان جهان با آنچه که خودشان مسلمان هستند بفهمانند و مزایای دین برای تمام مسلمانان جهان عرضه بدارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر می کنم از شما برادر عزیز و بزرگوار و پوزش ما رو بپذیرید در مورد اینکه خیلی از عزیزان ما ماها طول میکشه و نمیتونن با ما تماس بگیرن به سبب تراکم تماس هایی که وجود داره در برنامه‌های زنده. ما همه شما عزیزان رو دوست داریم، برای ما دعا بکنید.